سلام به همه. امروز میخوایم با هم سفری کنیم به دل یک متن فلسفی خیلی قدیمی که یه قول بزرگ به ما میده. قول گشایش و رهایش. حالا سوال اینه، یه متن کهن چطور میتونه به بزرگترین سوالای ما در مورد هستی جواب بده؟ بیایید با هم کشفش کنیم. این شاید بنیادی ترین سوالیه که هر انسانی میتونه از خودش بپرسه. چرا اصلا چیزی وجود داره؟ چرا به جای این همه چیز یه هیچ مطلق نیست؟ سفر فکری امروز ما دقیقاً از همین نقطه شروع میشه. و راهنمای ما تو این سفر خود همین متنه. میخوایم قدم به قدم با منطقش پیش بریم و ببینیم چطوری ما رو از سوال به جواب میرسونه. خب، اولین معما اینه. اولین معمایی که این متن جلوی پای ما میذاره معمای ازلیت هستش. این یه مفهوم کلیدیه که برای درک کل استدلال بهش احتیاج داریم. متن با یه چالش خیلی اساسی شروع میکنه. میگه اگه فرض کنیم یه وجود ازلی و ابدی داریم، اون وقت یه چیز جدید، یه چیز نوپدید چطوری میتونه کنارش به وجود بیاد؟